البته این مسئله جدی شد برای که هر سال در پیامشون جناب عالی یک مسئله میمونند و این مسئله حل و وصل خودش میگیرد. بود که سالی که و تربیه پدر و مادر این قدر این موضوع بلند شد، این موضوع باید شد ما در نمایشنامه ها تیار دیدیم، این قدر تماشابین، این قدر طلبه ها، این قدر دانشجوی ها، این قدر مکتب بچه ها آمدن. فقط ما باید پند نصیحت ها همین خیلی نمایش ها داشتیم که از این گرفتن آدمی که گوش میکنه، آدمی که عقل سالم داره، فراست داره، یک چیز از این میگیرد برای خود. وابسته به یگان چیز اعلام کرده یا نگذاشتن، خب یعنی که هدف خدا چی میگذارن. خب مثلا وقتی سال معارف فرهنگ یعنی فرهنگ تکنولوژی اعلان شد، مقصد از این یعنی که بیشتر وادار میکرد که بیشتر جوانان باید شروع کنند به همه علم و فرهنگ و تکنیک زمانه شروع کنند رو بیارن. و این البته نشاندادها به فکر من رئیس جمهور رو وادار ساخت که شروع کنند همین سال رو سال عائله اعلان کنند و این البته یک انگیزه خوب هم هست به نظر ما. خب به چه خاطر؟ به خاطر آنکه خب دیگر وقت این اعلان شد دیگر بیشتر مقالات چاپ میشود، بیشتر چه خب گوناگون اندیشی در اطراف این موضوع که ژورنالیست‌ها مثلا اومد در واقع چی یک شاید واکنش گویم که یک سر و صداها پهن شد که البته این خب برای بلند برداشتن معرفتی عائله داره یعنی جامعه چی نقش مهمی به فکر آن می‌بازد. دموگرافی را میشه یعنی برای تنظیم دموگرافی برای تنظیم کردن همین جداشایی همین اولا یعنی از بسیار اگر ما اهمیت این بسیار همین اولا همین دازه بسیار یک سال دو سال هم زیاد نمیستند سراز و رزور میکنن و فکر من امسال سال اولا ایران کرد باشه و فکر من بسیار پروگرام ها هستن که همین ها چه میگم پیش بینی میگیرن. این پرابلم ها اساسا در جامعه خیلی بسیار به نظر میرسد، زیرا که جوانان مثال با سن عائله دارشوی میبرن نمیدونن حقوق عائله دارشوی یعنی حقوق عائله دارشوی رو نمیدونن و از همین سبب بسیار عائله های جوان یعنی از بین میروند. برای همین حل همین پرابلم ها از مثال پدر و مادران خواهش میکنیم که اول سخنانند و بعد فهمونن چیزی که در زندگی آموختن مثل پدر و مادر همون چیز رو و فرزندان آموزونن و این اساسا از بین رفتن همین پرابلم ها رو